شروعش آرومه. کسی هم اولش نمیفهمه. 7 سالت شده و داری توی چشمهای پدری نگاه میکنی که کم کم داره فرو میپاشه. شاید اعتیاده، شاید عصبانیت، شایدم فقط سکوت خالی آدمی که اونقدر شکسته که دیگه توان حضور داشتن نداره. و بی صدا یه چیز خیلی قدیمی توی ذهن کوچیکت روشن میشه. اگه من همه چیز رو نگه ندارم، هیچ کس نگه نمیداره. اینجاست که یه بچه ناپدید میشه. نه از نظر جسمی، از نظر روانی. لبخندش بیشتر میشه، گریش کمتر. قبل از حرف زدن حال و هوای اتاق رو میسنجه. کم کم میشه دماسنج احساسی خونه. میشه یه آدم کوچیک خیلی قبلتر از اینکه ذهنش برای این نقش آماده باشه. و دنیا هم تشویقش میکنه. چقدر پخته‌ای، چقدر مسئولی، چقدر قوی، ولی هیچ کس نمیپرسه به چه قیمتی. این همون غم نامرئی آدم‌هاییه که زودتر از وقتشون بزرگ شدن و امروز میخوایم بریم عمیق توی روان اون بچه، چون اثرش با بزرگ شدن از بین نمیره، با تو میمونه، توی رابطه‌هات، کارت، ارزشمندیت. و اگه نفهمی چی سرت اومده، باقی عمرت رو همون الگوهای بقا رو تکرار میکنی. الگوهایی که یه زمانی نجاتت دادن ولی الان آروم آروم نابودت میکنن. حالا ببین پشت صحنه چه اتفاقی میفته. وقتی بچه مجبور میشه از نظر احساسی نقش بزرگترها رو بازی کنه، روانشناسا بهش میگن والدسازی. یعنی بچه میشه مراقب، صلحجو، درمانگر، محافظ. این فقط ناسالم نیست، مغز رو دوباره سیم کشی میکنه. چون وقتی بچه باید مدام احساسات خودش یا بقیه رو مدیریت کنه، دچار یه حالتی میشه به اسم بیش هوشیاری. همیشه دنبال خطر میگردی، روی تخم مرغ راه میری. یاد میگیری عشق یه معامله است، تو آرامش میدی، شاید اونها بهت امنیت بدن. یاد میگیری نیازهای تو خطرناکه و نیازهای اونها فوری. پس محو میشی، نه جسمی که احساسی. به جای تو نسخه‌ای رشد میکنه که فقط خوب اجرا میکنه. میشی بچه خوب، موفق، ساکت، دوست درمانگر، کسی که هیچ وقت چیزی نمیخواد. و این نقش رو اونقدر قشنگ بازی میکنی که خودت هم یادت میره نقابه. ولی ته دلت یه درد هست، یه سوز کوچیک. چون اون کودک درون که دفنش کردی نمرده، هنوز اونجاست و توی سکوت جیغ میزنه: چرا هیچ کس از من محافظت نکرد؟ بزرگتر که میشی علامتها پیچیده تر میشن. ممکنه بیش از حد مستقل بشی، کمک قبول نکنی، آدمها رو هل بدی، یا هیچ وقت توی عشق احساس امنیت نکنی. ممکنه وسط لحظه های خوشی بی‌حس باشی، چون شادی برات ناآشناست، حتی خطرناک. ممکنه نتونی استراحت کنی، چون همیشه فقط با مفید بودن احساس ارزشمندی کردی. و بدتر از همه، ممکنه اصلاً نفهمی هنوز توی حالت بقا گیر کردی. چون وقتی از بچگی به دیسفانکشن عادت کردی، سیستم عصبیت آشوب رو میپذیره و آرامش برات غریبه میشه. آرامش مشکوکه. عشق مثل بدهیه که باید پسش بدی. این روان بچه‌ایه که مجبور شد زود بزرگ بشه. فقط غم نیست، یه تروماست که نگاهت به دنیا و مهمتر از اون به خودت رو عوض میکنه. حالا شاید بپرسی چرا بچه همچین باری رو قبول میکنه؟ چون بچه برای به دست آوردن ارتباط هر کاری میکنه، حتی رها کردن خودش. این انتخاب آگاهانه نیست، زیستیه. وقتی امنیت نیست، بچه اصالتش رو قربانی میکنه تا تعلق رو نگه داره. این ضعف نیست، هوشه، غریزه است. ولی تراژدی اینجاست، چیزی که اون موقع نجاتت داد الان زندونت شده. خیلیامون بزرگسال‌هایی هستیم که از بیرون قوی‌ان، ولی کودک درون زخمیمون از پشت پرده همه چیز رو اداره میکنه. زیاد کار میکنیم تا دوست داشته بشیم، ساکت میشیم تا طرد نشیم، از همه مراقبت میکنیم، ولی ته دلمون آرزو داریم یکی فقط یه بار بپرسه واقعاً خوبی؟ و اون فانتزی که یکی بالاخره میفهمه این قدرها هم قوی نیستی،
که شاید یه روز بدون قضاوت بغلت کنه وقتی فرو میپاشی، این نیاز برآورده نشده اون بچه است، نه بزرگسال امروزت. اولین قدم درمان درست کردن نیست، دیدن و پذیرفتنه. چون تا اتفاقات گذشته رو تایید نکنی، هی خودت رو گاز میگیری و میگی اون قدرها بد نبود، بقیه بدبخت‌تر بودن، من که خوب بزرگ شدم. اما خوب هم یه نقابه و تو این رو میدونی. پس اون بچه وقتی بزرگ میشه چی میشه؟ میشه آدمی که حتی توی اتاق آروم هم احساس امنیت نمیکنه. میشه کسی که به مهربونی شک داره. میشه دهندگانی که نمیتونن دریافت کنن. کسی که بابت گریه کردن عذرخواهی میکنه. از تعریف شدن میترسه و خستگی رو با موفقیت اشتباه میگیره. این هزینه بزرگ شدن زودتر از موعده. چون وقتی کودکیت مجبورت کرده قوی باشی به قیمت لطیف نبودن، ساکت بودن به جای صادق بودن، درست کردن بقیه به جای درست کردن خودت، دیگه چه جور بزرگسالی نصیبت میشه؟ بزرگسالی که توش همیشه انگار نفست رو حبس کردی، منتظر کسیه که اجازه بده بالاخره فرو بریزی. ولی حقیقت اینه، هیچ کس قرار نیست اون بچه دفن شده رو نجات بده. این تویی که باید برگردی، دستش رو بگیری و بهش بگی چیزهایی که هیچ کس نگفت. تو تقصیری نداشتی، تو فقط یه بچه بودی. الان حق داری استراحت کنی. این شروع کار با سایه هاست، نه درست کردن، نه نقش بازی کردن، نه مثبت اندیشی الکی. برگشتن به اون بخش‌های رها شده خودت و گفتن اینکه میبینمت، میشنومت و دیگه تنها نمیذارمت. این تعمیر دوباره است و دردناکه، چون ازت میخواد غمی رو حس کنی که هیچ وقت فرصت نکردی حسش کنی. ازت میخواد با خشم، با اندوه، با نیازهای برآورده نشده روبرو بشی. برای تولدهایی گریه کنی که هیچ کس نیومد. برای معصومیتی که خرج محافظت از آدمهایی شد که باید از تو محافظت میکردن. ولی این غم ضعف نیست، نشونه درمانه. چون چیزی که یخ زده بود بالاخره داره آب میشه. حالا ببین این الگوی بقا چطور توی بزرگسالی نشون میده خودش رو. آروم، نامرئی، اما عمیق. میشی درمانگر همه دوستات، ولی خودت رو به هیچ کس نشون نمیدی. بهت میگن مستقل، ولی در واقع از این میترسی که بار کسی باشی. تو رابطه ها بیش از حد تلاش میکنی، همه چی رو مدیریت میکنی، توضیح میدی، درست میکنی و بعدش چرا حس رنجش داری تعجب میکنی. مرزبندی برات سخته، چون نگفتن هنوز هم برات معنی خیانت داره. اینها ویژگی شخصیتی نیستن، استراتژی بقا هستن. یاد گرفته شدن، شرطی شدن و خبر خوب قابل بازآموزی هستن. ولی فقط وقتی دست از بزرگنمایی قدرتت برداری و زخمهات رو ببینی. یکی از قوی ترین کارهایی که میتونی بکنی اینه که از کودک درونت بپرسی اون موقع چی لازم داشتم که هیچ وقت نداشتم. جوابهاش ممکنه این باشه کسی میگفت تقصیر تو نیست، کسی میپرسید حال تو چطوره، نیاز داشتی بازی کنی، استراحت کنی، بدون ترس بخندی و کم کم، خیلی کم کم شروع میکنی این چیزها رو به خودت دادن. نه برای درست کردن گذشته، برای اینکه دیگه تکرارش نکنی. اینطوریه که دست از پیدا کردن والد توی شریکات بر میداری. اینطوریه که اضطراب رو با ندای درونی اشتباه نمیگیری. اینطوریه که از بچه‌ای که بودی فرار نمی کنی و به آدمی که داری میشی نزدیک میشی. یونگ یه جمله داره: هیچ بیدار شدنی بدون درد نیست. آدم‌ها حاضرن هر کاری بکنن، حتی احمقانه ترین ها، فقط با روح خودشون روبرو نشن. ولی کار با سایه ها ازت میخواد روبرو بشی با همه چیز، با بخش‌های رها شده، شرمگین، ترسیده، خشمگین. چون درمان یعنی تبدیل شدن به آدم جدید نیست. یعنی یادت بیاد قبل از اینکه دنیا بهت بگه چی باید باشی، تو کی بودی. پس اگه از اونایی هستی که زود بزرگ شدن، این رو بدون: پختگی تو مشکل نبود. مشکل این بود که چاره‌ای نداشتی، ولی الان داری. میتونی لطیف بودن رو انتخاب کنی.
میتونی استراحت کردن رو انتخاب کنی. میتونی مدیریت احساسات بقیه رو رها کنی و احساسات خودت رو جدی بگیری. و نه، یه شب اتفاق نمیفته. روزهایی میاد که دوباره حس میکنی بچه‌ای. خوبه. هدف همینه. بذار اون بچه برگرده خونه. بذار گریه کنه. بذار بازی کنه. بذار دیده بشه. تو شکسته نیستی. داری کامل میشی و شاید برای اولین بار داری درست بزرگ میشی. نه با فشار، نه با ترس، با حقیقت. تو کودکی نداشتی، اما آینده داری و این بار نویسنده این آینده خودتی.